مگه میشه همچین مگنومی رو تو خونه درست کرد؟ اونم با چند قلم مواد و یه ترفند ساده. مطمئنم تا آخر تابستون فقط اینو درستش میکنی، شک نکن. موز یخزده رو به همراه بیسکویت پتیبور و شکلات رنده شده، خامه صبحانه و عسل با هم دیگه خوب میکس میکنیم تا به همچین غلظتی برسه. داخل قالب میریزیم و میذاریم توی فریزر بمونه تا خوب یخ بزنه. اگر از این قالبا ندارید میتونید از قیف یک بار مصرف استفاده کنید. مواد رو توی قیف میریزیم، سرش رو میبندیم و گره میزنیم، میذاریم توی فریزر تا یخ بزنه. بعد از اینکه یخ زد، اونایی که تو قالب بود رو از قالب خارج میکنیم و اونایی که داخل قیف بود سرش رو باز میکنیم و انتهاش رو چوب بستنی میذاریم. برای روکشش هم شکلات رو ذوب میکنیم، با روغن مایع و گردو مخلوط میکنیم و بستنی‌ها رو با استفاده از این مواد روکش میکنیم. حالا این پست رو سیوش کن تا موقع گرما دلت نخواد بری بیرون بستنی بخری. نوش جونتون.